دوستای عزیز، امروز میخوایم معدن زغال سنگ را براتون به تصویر بکشم. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید و امیدوارم که ویدیو خوشتون بیاید. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جانتان جور باشه، حالتان خوب باشه، طبعتان خوش باشه. امروز آمدیم و کار خود براتون معرفی میکنم که کار ما شاق‌ترین کار در افغانستان است، یعنی معدن زغال سنگ. خیلی از دوستا و بزرگوارا در ما پیام داده بودن که از معدن زغال سنگ ویدیو بگیر و ایرا ویدیو گرفته و در چینل خود میمانم. دوستا و بزرگوارا و اندیوالا میتونه تماشا بکنه و ببینه که کار معدن زغال سنگ چگونه یک کار است و چقدر زحمت کشیده میشه. این ویدیو دقیقاً نمایانگری زحمات و فداکاری و ایثارگری پدرها و کلانای ما و شما را نشان میده که با واقعیت مثال زدنی خاص و عام است. دوستای عزیز، برای حمایت ما ویدیو را لایک کنید، چینل را سابسکرایب و زنگوله کنارش هم فشار بدید. دم همگی شما گرم. بریم که معدن براتون نشان بدم. دوستای عزیزی، هم معدن زغال سنگ رسیف براتون به تصویر میکشیم. امید خوشتون بیاید. خیلی هم میگه که یکان کار بار پیدا کنه در سمت در رسیف. برادرای عزیز، دوستا و اندیوالا و رفقای عزیز، کار در رسیف نیره فعال است. این تو زیری که آمدن است و بسیار خطرناک است و سعی که یا همه چی شده، میده شده، نیاز به مرامت داره، نیاز به ترمیم داره. دوستای عزیز، اما قسمی که در تصویر میبینین یه همکار ما در حالت زغال کندن است و زغال میکنه و در حالت پیک کردن است در پسکن. یکی پیشرفت داریم و دیگری پسکن. اینجا پسکن است، نگاه بکنین جاهایی را که میکنه دروازه میده، پایه میده، چوب میده، چون زیر کو خالی میشه کلا در پسکن. دیگه با ما باشید، از کل جایش گزارش میگیرم. بیا. دوستای عزیز، زغالا را در بوجی پر کردیم و در کراچی بار کردیم. از پسکن آوردیم در دان سنگتر، دان سنگتر یعنی بغل تورو، و حالی در داخلی در بالای واگون بار میکنیم، بالای تیله، و بخیر زنگ میزنیم، یعنی یک سیم باریک داره او را کش میکنیم 3 دفعه تا بخیر بکشه به بیرون. دیگه تا آخر ویدیو با ما باشید دوستای عزیز.
دوستایی هم منظره زیبایی از قریه شاپول در منطقه شیخه که در واقع در بیرون معدن است. و یا منظره ای از منطقه شاپول دیگه چوب ماست و هم صوتی یا کنده است و یا اتاق کمفرشل میگه که ماشین هوا است و هوا در داخل معدن میفرسته به خاطری که همون پیک که است، پیک بادی است و از طریق باد کار میکنه. و یا هم بود دوستای عزیز گزارش ما از معدن زغال سنگ که معدن زغال سنگ را براتون به تصویر کشیدیم. دوستای عزیز برای حمایت از ما ویدیو را لایک کنید و چینل ما را هم سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم فشار بتین تا ویدیوهای تازه براتون بانم. فعلا الله یار و مددگارتان، کلتان دوست دارم، خدا یار و مددگارتان.